خوش آمدین و باز هم عید بر همگانتان مبارک باشه. با جمعیت همکاران بخش خبری ما هستیم. کسایی که روی تصویر دیدینشان حتما با چهرهشان آشنایی دارین. حالا آمدن صحبت های ایدانه می داشته باشن. آنچه که حالا در روی صحنه هستن و روی تصویر هستن شاید شخصیتشان رفتارشان این گونه جدی نباشه. صحبت ها را امروزشان می داشته باشیم. معرفی میکنیم آقای سمیعالله امینی هستند که گوینده خبر هستند و همچنان تهیه کننده ارشد خبرها هستند که حتما امروزشان آشنایی دارین. و همچنان آقای خالد نیکزاد که در بخش گزارش با ما همکار هستند و گزارش هایی که آماده میکنن و تقدیمتان میشه خالد جان آماده میکنه و همچنان مهمان بعدی ما امید دولتزای هست که اینا هم گوینده خبر هستند. حتما امروزشان آشنایی دارین. خوش آمدین. عیدتان مبارک. سلامت باشین. در قدم نخست اول عید به شما فاطمه جان، به شما ممنونتان تقدیم و از طریق پرده تلویزیون خورشید عید به تمام هموطنانم و یک فرصت خوب است به خانه آن دوستا و خانواده‌ای که نرفتیم از همینجا برشان عید تبریک میگم. خدا کنه که عید خوب داشته باشم. بله، صحبت های عیدی می داشته باشیم با شما، ولی اولی که یک عید تبریکی امروز بیننده ها داشته باشه. سمیع جان همچنان و آقای نیکزاد بفرمایید. شما ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت همکارای عزیز ما در خورشید و خدمت کسایی که تا امروز عید برشان تبریکی نگفتیم و نتونستیم نسبت به مصروفیت هایی که در دفتر داشتیم عید برشان تبریکی بگوییم. عید برشان تبریک میگیم با امید از اینکه روزهای عید در کنار خانواده های خود به دور از سعادت سپری کنن و روزهای خوشی داشته باشن. ممنونتان. آقای سمیع په لومړي سر کې تاسو دواړو ته د اختر مبارکي وایم او تخنیکي همکارانو ته او څوک چې په ډایرکټ کې دي اما جان دلاور ټول ته د اختر مبارکي وایم او تاسو له طریقه ټول هیوادوال ته خپل خپلوان ته د اختر مبارکي وایم. ممنونتان. سلامت باشین. همکاران گرامی لطف کردین از اینکه تشریف آوردین. از سمیع جان میخوایم بشنویم یک خاطره جالبتون بگین. کار کردن در رسانه خیلی خاطرات شیرینم داره، خاطرات جالبم داره. بر شما چی بیشتر به عنوان یک خاطره در ذهنتان بوده یا باقی مانده از شروع کارتان با خورشید تا کنون؟ قصه کنین بر ما بیننده ها. رښتیا هم رسنۍ ټوله له خاطرو نه ډکه ده. ما ته تر ټولو ښه خاطره یا بده خاطره، تر ټولو بده خاطره دا چې ډېری کله چې زه له ویاندویانو سره خبر پرزنټ کوو او نور زه چې ډایرکټ کې اوسېږم نو هغوی ډېره غلطي کوي. کله چې غلطي وکړي زموږ یو خاطره مې همدا ده چې په یو بل ټلویزیون کې د ټلویزیون کې نه یو بل ټلویزیون کې هلته موږ کار کوو. ما تر اوسه یو تازه خبر لیکه نطاق مې استودیو ته لیږلی وم. هلته لاړ سه استودیو ته او جلۍ وه ته لاړ سه استودیو ته ښایي اوس هم موږ وګوریم او ته هلته منتظر اوسېږه. زه درځم او د خبر دروړم به د خبر ته ووایې. نو کله زه تر اوسه لاړم هغه زګنال ورباندې راغی، آنیار زګنال ورباندې راغی، دا لاړ د ایران پس اوس څه ووایم داسې خراب پاتې سو. بیا نور مجبور سو دونه پوه سو یو ځای سقوط کړی ده. متاسفانه چې په افغانستان کې امنیتي ستونزې ډېرې دي. یو ځای سقوط کړی، یو ولسوالۍ د نورستان ولایت کې سقوط کړی. د ویل چې د نورستان ولایت ټول ولایت سقوط کړی ده. دا راته ډېره جالبه وه او ډېرې ستونزو سره مخ شو ځکه چې یو ولایت په سقوط کې اچوي، کله چې یو سیمه په سقوط شي وي هغه ټول ولایت وي نو ډېره ستونزې سره آقای نیکزاد شما بگوین به این که تا کنون گزارشگر بودین و گزارش های آماده کردین، چه خاطرات دارین؟ چگونه کار گذشته تا کنون با خورشید، با همکاران در جمع همکاران؟ سپاس. خاطرات زیاد است دیگه. ما هم یک شب بر دوستا قصه کنیم بر شما. یکی از روزها ما یکی از گزارش‌ها بود بسیار به مشکل منابعش تنظیم کرده بود. یکی از منابعش حاضر نمیشد. خب بالاخره موفق شدیم که را حاضر بسازیم که صحبت کنه. رفتیم پیش از این ثبت کردیم جریان مصاحبهش. یک وقت دوباره دفتر آمدیم زمانی که خواستیم مصاحبه زیر کپچر کنیم که اصلا هیچ ثبت نشد. زحمت‌هایتون خودش دیگه. زحمتام حیف شده. خب من امید جان یک سوال دارم که بسیار به عقیده هستن کسی که گوینده خبر هست همیشه یعنی قسمتی که در تصویر معلوم میشه منظم میسازن، فیشن میکنن، میکاپ میکنن، نیکتایی و تمام چیز آماده است. حال نیست. پشت میز با چپلق و نایفون برزو دیگه میان. کدام وقت شدم تو باشین چون چند سال که ما یک جای بودیم در دیدمتان منظم بودین، اما تا حالا تجربه را داشتین شما؟ همین گونه است اصلا گوینده‌های خبر؟
بعضی ها هستن اما شما که دیدین چرا سمی جان خنده کرد؟ ما دیدیم گپ شما خودتان درست است. خودیستین. نه گپ ما خودم می کار نکردیم اما حالا شما میبینید نطاق ما سر تا پا دریشی دارم منظم است. بعضی اوقات تو اتفاق میفته که نطاق تنها یک نیکتایی اونم یک کرسی رو میپوشه با این یا پترون کاوبای میباشه یا چپلی هر چیزی که باشه. این مسائل هست که گاهی ناوقت میشده باشه میگن یک خبر عاجل است باید عاجل گوینده حاضر باشه. تا حالا شده است سمی جان که با پنهتون بان رفته باشین خبر گفته باشین؟ کرتی سرش پوشیده باشه؟ نه اصلا. اگه بر خطا شوین خیلی عاجل باشه چی میکنین؟ نه در هر شاید صورتش جیبتون حتما یک نکتایی باشه همیش. نه خیر این چیز چون ما خب اسکیجول است معلوم دار است مثل که شما میاین بر برنامه تان اسکیجول است معلوم است کی خبر میخونه اونا باید منظم بیاین. امروز امید دولزه نطاق است منظم آمده با دریشی و با نیکتی آمدن اینا. بعضی وقتایی که اینا برنامه نمی داشته باشن بله با بلوز میاین با بدون دریشی میاین. ما یک مسئله متوجه شدیم از همکار بخش خبر ما کمیش آماده می باشن حتما یک خنخاق و یک کرتی پوشیدگی هستن که مثلا پتون کاوبای هر چی که میپوشن ممکن یک خبر عاجل باشه آماده باشن. بله فاطمه بله ممنونتان خیلی لطف کردین همکار عزیز که آمدین چه میگن روز سوم عید ما را زیباتر ساختین رنگین‌تر ساختین. من شما را بعد رقم میکنم بفرمایین. خوشحال شدیم از اینکه شما را داشتیم. سلامت خوش آمدین. خیلی خوش آمدین. مبارک باشه. خوش آمدین بفرمایین.